مردم بر اساس اعمالشون از این درها وارد میشن. درهای باب الصلات، باب الجهاد، باب الصدقه، باب الریان، باب الحج، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، در گذشت و بخشش، باب الایمان و باب الذکر. و مؤمنان بسته به درجهشون نزد خدا توی یکی از این 7 طبقه بهشت قرار میگیرن، عبارتند از فردوس، عدن، نعیم، دارالخلد، الماوی، دارالسلام و عالیه. خب اگه درجات و طبقات بهشت متفاوته، چطور ممکنه کسی که در بالاترین درجه است با کسی که در پایینترین درجه است همراه بشه؟ بدیعالزمان سعید نورسی این رو با استناد به حدیثی از پیامبر صلی الله خیلی قشنگ توضیح داده. میفرمایند شما با کسانی خواهید بود که دوستشان دارید. مثلا فرض کنید حس چشایی من خیلی قویه ولی مال شما ضعیف‌تره. با هم پشت یک میز با منظره عالی نشستیم، بینایی من هم قویه، من میتونم خیلی دورتر رو ببینم ولی شما نمیتونید. اگه کنار هم بشینیم در حال گپ زدن و غذا خوردن، کدوممون بیشتر لذت میبریم؟ مطمئناً من، چون بینایی و چشایی من قوی تره. به همین ترتیب حتی اگر توی بهشت با دوستمون پشت یک میز بنشینیم و یک غذا رو بخوریم، لذتی که هر کدوممون میبریم باز هم متفاوت خواهد بود. اما هیچ کس از این موضوع شاکی نمیشه. همه کاملا از چیزی که دارن راضین. هیچکی ناراحت نیست که چرا درجش بالاتر نیست، چون همونطور که گفتیم تمام احساسات منفی آزاردهنده از دلهامون برداشته شده. خب مردم توی بهشت چه لباسایی میپوشن؟ قرآن به ما میگه که لباسای بهشت از ابریشمن و به زیبایی تزیین شدن. آنان لباسایی از ابریشم نازک و سبز و ابریشم ضخیم میپوشند. با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته میشوند و لباسشان از ابریشم است. خب زیبایی ما توی بهشت چه شکلیه؟ شبیه همونی میشیم که توی این دنیا بودیم؟ در بهشت خدا به هر کدوممون یک زیبایی کامل و یک ظاهری میده که بیشتر از همه خوشمون میاد. و این زیبایی فقط به یک شکل محدود نیست. خدا به بنده هاش اجازه میده هر ظاهری بخوان رو انتخاب کنن، اونم هر زمانی که بخوان. پس اهل بهشت میتونن هر شکلی از زیبایی رو که بخوان تجربه کنن. رسول الله فرمودند در بهشت بازاری هست که در آن نه خریدی هست و نه فروشی، به جز تصاویر مردان و زنان. پس هر وقت کسی آرزوی تصویری را کرد در آن وارد می شود. خب راجع به آخرین نفری که وارد بهشت میشه چیزی شنیدید؟ رسول الله صلی الله فرمودند من آخرین کسی که از آتش جهنم خارج می شود و آخرین کسی که وارد بهشت می شود را می شناسم. او از دوزخ، از آتش جهنم در حالت خزیدن خارج می شود و خدا به او می گوید برو و در بهشت داخل شو. او به سمتش می رود اما به نظرش می رسد که آنجا پر شده و بعد برمیگردد و می گوید پروردگارا آنجا پر شده. خدا دوباره میگوید برو و در بهشت داخل شو، چون به اندازه کل دنیا و حتی 10 برابر بیشتر به تو نعمت ارزانی می شود. آن مرد با تعجب میگوید تو پروردگار جهانیانی، آیا مسخره هم میکنی؟ یا اینکه ریش خندم میکنی؟ عبدالله ابن مسعود که این حدیث رو نقل کرده میگه وقتی پیامبر صلی الله این رو نقل میکردن دیدم ایشان آنقدر خندیدن که دندانهای آسیابشان دیده شد. گفته میشه که اون مرد پایین ترین درجه رو بین اهل بهشت داره. و حالا سوال مهم، آیا ما توی بهشت میتونیم خدا رو ببینیم؟ بله، انشالله. بزرگترین لذت ما دیدن خداست و دونستن اینکه خدا از ما راضیه. قرآن این نعمت رو اینطور توصیف میکنه: در آن روز صورتهای شاداب و نورانی به پروردگارشان مینگرند. این بزرگترین پاداش توی بهشته. توصیف دیگری هم از بدیعالزمان سعید نورسی هست. ایشون توی تفسیرش میگه 1000 سال زندگی شاد در دنیا حتی با 1 ساعت زندگی در بهشت برابری نمی کند و 1000 سال در بهشت حتی با 1 ساعت دیدن خدا برابری نمی کند. پس این رو با زندگی که الان میشناسی مقایسه نکن، به جاش زندگی رو تصور کن که از اول تا آخر بدون حتی یک مشکل و پر از شادیه. اما 1000 سال از همچین زندگی بازم با چی برابر نیست؟ فقط با 1 ساعت زندگی توی بهشت. و تصور کن 1000 سال توی بهشت که پر از نعمتهای غیر قابل تصوره بازم برابر نیست با 1 ساعت دیدن خدا. مؤمنینی که زیبایی پروردگارشون رو میبینن مجذوبش میشن و قدردانیشون رو با کلماتی مثل سبحان الله، الحمدلله و الله اکبر ابراز میکنن. موضوع جالب دیگه اینه که اهل بهشت میتونن اهل دوزخ رو ببینن و اونایی که توی دوزخ هم هستن اهل بهشت رو میبینن. حسرت یکی از طرفین چندین برابر میشه، در حالی که قدردانی طرف دیگه حتی بیشتر هم میشه. خب در حالی که اهل بهشت از همچین خوشبختی بی پایانی لذت میبرن، وضعیت اهل دوزخ چطوریه؟ جهنم مثل خشم و غضبی میجوشه که انگار هزاران سال حبس شده. خیلی از ستمگرانی که به مردم بیگناه ظلم کردن، صدها بچه رو کشتن،
و حق افراد زیادی رو ضایع کردن. الان اونجا زندانی هستن. داخل جهنم تاریکی مطلق حاکمه. صحنه‌ای پر از درد و حسرته که توش ناله ها و فریاد مردم طنین اندازه. ما برای کسانی که قیامت را انکار می‌کنند آتش سوزانی آماده کرده ایم. وقتی از دور آنها را ببیند آنان نیز خروش و غرشان را میشنوند و هنگامی که آنان را در جایگاه تنگی به هم زنجیر شده در اندازند مرگ را صدا میزنند. به آنان گفته می شود امروز یک مرگ را صدا نزنید بلکه مرگ‌های بسیار را صدا بزنید. با اینکه خیلی ترسناکه ولی جهنم برای تحقق عدالت لازمه و عدالت رحمتیه برای مظلومان. خدا در آیه‌ای می‌فرمایند ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنان خود ستمکار بودند. برای مؤمنین جهنم فقط یک دوره موقتیه. اگر گناهان بزرگ مرتکب شدن اما توبه نکردن و اگر گناهانشون از کارای خوبشون بیشتر باشه و شفاعتی هم براشون نشه برای یک مدتی توی جهنم میمونن. البته اگر خدا ببخشه اصلا عذاب نمیبینن. ولی حتی اگر یک مؤمنم بره توی جهنم وقتی مجازاتش تموم شد در نهایت آزاد میشه و وارد بهشت میشه. فرشته های عذاب توی جهنم در انجام وظیفشون خیلی سختگیر و بیرحمن. فقط ظاهر ترسناکشون به تنهایی برای عذاب اهل جهنم کافیه. توی قرآن گفتگوی بین کافران و فرشته مسئول جهنم اینطور توصیف شده که آنان فریاد میزنند ای مالک، بگو پروردگارت این عذاب را